خیلی دلی نرم داشتم، دلی گرم داشتم، دلی خیلی دلسوز نسبت کارمندان، نسبت اهل دیار داشتم. من یک چیز هیچ وقت از خاطر فراموش نمی کنم. سال 1992 بود. راه های پانغاز تماما بسته بود. لیکن همین به نظر نگرفته پای پیاده به دیار پانغاز برای اونه که آن را حرمت میکردند، حیدرف شاه محمد زادروز داشت، همینجا آمدم. من یاد دارم، خاطرهای خیلی بزرگ دارم. آن کس پول مال دنیای زیاد طلب هم نمی کردن و هم نداشتن، لیکن دلی نرم گرم داشتن که همه آن کس را حرمت میکرد، دوست میداشت، مهربانی میکرد. برای آنکه خودشان مهربان بودند برای همه اهل دیار، خواه شاه باشد، خواه گدا باشد، خواه راهبر باشد، خواه دیگر کس باشد، و کس بسیار دوست می داشتند. لیکن خیلی که گفتم و کس پول مال زیاد نداشتند. حتی در همین توی های ما اشتراک میکردند، در بسیار جماعت ها اشتراک میکردند، تنها یک کرته داشتند در تو، گر یک چیزی زیادی دیر نداشتند. من با آن فخر میکنم که امروز مرا فرزندای آن کس تقوا گفتند، من حرمت میکنم. بگذار فرزندهای آن کس عمر دراز بینند، آنچه نیت نیکی که در دلشان باشد همش جامعه عمل پوشد. خداوندا ارواح همین زنک نیک دل فرزند نبیرگانشان تربیت کنند. من سال ما را از همون دوره سال اول دانشجویشان در شهر دوشنبه در فاکولته فیلولوژی تاجیک شنا شدم. از اون وقت تا و امروز درباره این کس بسیار خاطره ها دارم. در حیات این کس بسیار پست بلندی ها بود که کم و بیش واقف هستم و حتی درباره روزگار من، حیات من، اون کس بسیار توجه خاصه داشتند. وقتی جنگ شهروندی در دوشنبه آغاز گردید، ما مجبور شدیم که به زادگاه بیاییم و در همین لحظه های بسیار ناآرام و دشوار سالیه ما همچون خواهر، همچون ایجادکار و همچون خواهر مشفق برای من خیلی غمخواری میکردند و در صحبت ها مرا دلبرداری میکردند و بسیار میگفتند که دل شکسته نشوید. روزی میشود که حیات باز مجرای دیگر میگیرد، زندگی رنگی دیگر میگیرد و شاید باز ما زندگی خوش را ببینیم و در حقیقت همین خیل هم شد. پس از چندین سال باز زندگی راه تازه گرفت و همون وقتها هم من کم کم به ایجادکاری و تحقیقات مشغول می شدم و نوشته های مرا سال ما که اون کس همچون محرری روزنامه شورای اش بودند به حجمش نگاه نکرده چاپ میکردن، چون که روزنامه های ناحیوی دایره بسیار محدودی داشت و بعضا مقاله های من کلانتر بود، حتی در شماره های گوناگون به چاپ میرسانیدند. این یک دلداری و دلبرداری بود برای
من، چون که من از حیات علمی، محیط علمی اکادمیا دور شده بودم و این روزنامه شهرت 8 با سربری و با غمخواری سالما برای حیات من یک مکتبی دیگر شد، یک دلگرمی و دلبستگی دیگری شد و بنابر من پیوسته همان ایجادیات خود را، همان تحقیقات خود را دوام میدادم و آهسته آهسته مقاله هایم را چاپ میکردم و پی هم من مقاله ها چاپ کرده، سپس چند رساله هم چاپ کردم. پس از چندین وقت زندگی ما را مجبور کرد که بررسی روی آرم و در رسی چندین سال استقامت کردم و هر وقت گاهی به وطن می آمدم. هر وقتی که می آمدم به زیارت سالما حتما می در آمدم، صحبت می کردیم از روزگار، از زندگی، از ایجادیات، از همه لحظه های روزگاری که در همون وقت به ما میسر می شد صحبت می آمدیم. اون کس بسیار یک دوستی غمخوار بودند. از ناآمد کار ما غمگین می شدند و از برد و باخت کار ما و اگر موفقیت ها به دست آورده باشیم و چیزی برای زندگی دریافت کرده باشیم شنیده خرسند می شدم و من گمان می کردم این کس یک خواهری که از یک مادر به دنیا آمده باشیم برای من همین خیل انسان بودند، همین خیل دوست بودند و من همیشه کس را به نیکی یاد می کنم و آرزوهای بسیاری دارم، نقشه های بسیاری دارم که درباره ایجادیات این کس، درباره روزگار و فعالیت این کس بعضی خاطره ها و بعضی اندیشه های خود را روی کاغذ آورم و این آرزو همیشه در معنی من، در فکر و ذکر من نقش بسته است و کم کم روی کاغذ هم آوردم بعضی لحظه ها را، بعضی خاطره های بسیار مهم را. من همیشه در کجای نباشد از اون کس یاد میکنم، خصوصا اون سخنهایی که بسیار جذاب بود و اون صحبتهایی که برای هر یک انسان، خواه باید جوان باشد، خواه پیر، خواه مرد باشد، خواه زن، و بسیار صمیمی و دلچسب بود و این سخنها را گمان میکنم که نه هر کس گفته میتواند. بله. من همیشه به خاطر این سخنها خود را خوشبخت حساب میکنم که من همین خیل خواهر مشفق و همین خیل خواهر غمخوار و خواهر ایجادکار داشتم. عمر بی‌وفایی کرد، در سن جوانی از دنیا گذشتم و همون مورد من در شهر پیرم بودم. دوستم محمد جان نعمتوف توسط تلفن به من خبر رساند که سالما ناگهان درگذشته و این گپ برای من یک تیری بود، یک سخنی بود، یک ضربه بود که خدا چندین روز ناآرام حس میکردم و گمان میکردم که من هم همه آرزوهایم را از دست دادم، همه امید و آرزوهایم را با اون کس برباد دادم. همون وقت کتاب صبح روشنایی ها در نشریات بود و خیلی آرزو میکردم که به روز تولدشان همین کتاب را از چاپ برآورده هدیه کنم، ولی افسوس همین چیز به من نصیب نکرد و به اون کس هم نصیب نشد
و پس از چندین روز مرگشان کتاب از نشریات فوروردی شهر پیرم از چاپ برآمد. کتاب را گشته برگشته میخواندم و سخنهای این کس را تکرار و تکرار یاد می آوردم و از چشمانم اشک جاری می شد. زیرا در مسافرت از دست دادن دوستی بسیار نزدیک، خواهری مشفق و غمخوار برای هر یک آدم ایجادکار، نه تنها ایجادکار، برای هر یک انسان بسیار مشکل است و این مشکلی ها برای روزگار من بسیار هم نقش گذاشته و من به خاطر اون کس چند چیزی نوشتم. بعضیش را به چاپ دادم و بعضی دیگرش را به چاپ ندادم و میخواهم که همین اینها را یک جایه به چاپ رسانم. و امروز که دخترشان مشرفه یک اقدام بسیار بزرگی کرده درباره مادر خاطرات یادداشت دوستان را جمع آوری می نماید و من هم همون نوشته هایم را، همون خاطره هایم را و همون چیزهایی که نیتی نوشتن داشتم و حالا ننوشتم و اون چیزهایی که نوشتم و روی کاغذ است و همین کتاب شاید شامل کنم و مشرفه، موفقیت ها، پیروزی ها، کامیابی ها آرزو می کنم که همین نقشه گرفته اشان را عملی کنند و هر چیز زودتر از پی آماده نمودن این خاطره ها شوند و این خاطره ها شاید آینده برای آنهایی که در زندگی برای ایجاد سفر می کنند شاید کمک رساند و برای آنهایی که سالما به آنها کمک کردند و در حیات آنها یگان نقشی گذاشتند یک خاطرات عجیب و یک نقشی مجیب خواهد گذاشت. و من برای خواهر مشرفه بسیار بردباری ها، بسیار کامیابی ها آرزو می کنم که همین نقشه اشون هر چیز زودتر عملی شود و روی آب برآید. اوید به صالح‌امو سخن کردن هم آسان هم مرکب. صالح‌امو سالهای 70 اولین به این دختره که ستاره گرم چشمانش پر از مهر شناسشوی من سال 70 بود وقتی که وای من دکان فاکولتت کار میکردم، فاکولتت بیولوژیا در دانشگاه ملی. صالح‌امو به فاکولتت فیلولوژی تاجیک به حیث دانشجو داخل شد. اولی مراتب من در خانه اپام که تغاش پوچای ما به اون کس به وای تغا میشدن ما خوردیم. حالا ابیتورین بود، داوطلب بود. از همون دوره من به هوس نگاه میکردم که چقدر این دختره که نازک از یک دهه دوردست گویا تجربه حیاتی مرا تکرار کرد. اگر من سال 57 به دوشنبه رفته به دانشگاه ملی داخل شده خوانده فعالیت مهنتی هم را در آنجا دوام داده ساده باشم، این دختره که ستاره گرم هم به یک عالم نیت‌های نیک به دانشگاه حجت‌هایش را سپاریده یگان هراس نداشت که وی گویا داخل شده نمیتوانسته باشد. همین به خودش، به دانش خودش باور کردن وی خود یک سزاوار احترام بود. نه همه میتواند به قدرت و توانایی خود باور کرده گویا به یک شهر دور از دیار
زادگاهش دور رفته امتحان و سنجش ها رو با موفقیت سپاریده سزاوار عنوان دانشجویی شود. صالح ما همین خیلی یک شخصی از جوانی گویا به نزد خود مقصد گذاشته، از پی اجرای همون مقصد سعی کوشش میکرد. نه همه جوانان از سن جوانی گرچنده که کسب آینده خود را انتخاب کرده باشند هم یک مقصد معین دارند. ماهیت کسب، ماهیت همه اختصاصی انتخاب میکردگاشان را نه همه میفهمند. صالح ما صفت بهترین صالح ما آن بود که الله که از کورس یکمی خواندنش و میدانست که فقط ساحه ژورنالیستیکا برای وی اختصاص آیندهش شده میتواند. در کورس های یکم فنهای عمومی اختصاصی میخواندن، لیکن الله که همون وقت وی برای نوشتن مقاله ها سعی کوشش میکرد. برای آموختن همه ساحه فنهای فیلولوژی و یک خیل سعی کوشش میکرد. گرچنده که میرش به ژورنالیستیکا بود، لیکن وی خود میدانست که باید که همه نازکی های فیلولوژی، ساحه فیلولوژی تاجیک رو وی باید آموزد. بنابر همینم وی در آینده میتوانست هم شعر گوید، میتوانست اوچرک نویسد، میتوانست مقاله های ریالیستانه نویسد یا اینکه اخبارات های هر روزه نویسد. گویا در همه ساحه رویه های گوناگون ژورنالیستیکا فیلولوژان و برخوردار بود. من صفت دیگری صالح ما رو با افتخار و صد درد و الم گفتنی هستم که درد الم برای آن که صد افسوس که از نهالهای شناندهش میوهش را نچشیده رفت. صد افسوس که اختصاص ژورنالیستیک را انتخاب کرد و ژورنالیست نمایان هم گشت، ولی از محصول مهنتش برخوردار نشد. بغیر از صفت متخصصی، صفت ژورنالیستیکی، ژورنالیست بودن، صالح ما یک شخص به نهایت خاکسار، به نهایت حلیم، نرم دل. همه اکثریت زنان این خصلت رو دارن، لیکن وقتی که شما مقایسه میکنید در حیات این یا آن جوان زنها رو، حقیقتا هم باوری کس می‌آید که این زن به این زن خدا همین خیلی صفات‌های بهترین رو گویا که از روزی به دنیا آمدنش نصیب گردانده باشد. من باوری کامل گفته میتوانم که یگان شخص نیست که صالح ما رنجانده باشد. در یگان نقطه زندگیش سخنان دغل یا در حق یک کس نابوده گفتن یا که یگان کس رو تهمت کردن به وی خاص نبود. به وی عموما بیگانه بود، خاص نبود گفتن هم این موافق نمی‌آید و برای آنکه برای وی تماما بیگانه بود. بغیر از این دختره که مهنت دوست یگان حس حسود نداشت، به یگان کس حسود نمیخورد. دور دانشجویی هر خیل می شود. روزی می شود که دارایید، روزی می شود که هیچ چیز ندارید، روزی می شود که سیرید، روزی می شود که گوشنهید، یا که در درون همکورسان شخصانی هستند که بسیار دارا هستند و لباس پوشی طرز زندگی آنها به نهایت با ترق و طرق گویم هم می شود، یعنی عالی همتانه. لیکن صالح ما به همه یک خیل مناسبت میکرد و یگان حسود نمی برد که گویا که برای چی این دارد و من ندارم، یا اینکه برای چی این بعد از ختمشم، برای چی این در این وظیفه است و من در این وظیفه نیستم.
وی байرق زندگیش را فقط از مهنتش میدانست، از مهنت حلالش. اویله خوب برقرار کرد. شوهر حلیم داشت، حلیم مهربان داشت. زندگی داشت که اکثریت همدیاران، شناسان، آنانی که رفته ها میکردن با یک مهر بلند میگفتند که حقیقتا اویله خوب است، اویله نمونوی است. فرزندان به نهایت با آداب، خوش رفتار، با مانند خودش خوش گفتار. باز یک بار دیگر میگویم که صد تاسف میخورم، صد احسان بوی که در یک عمر کوتاهش اینقدر آبروی اعتبار پیدا کرد، اینقدر به دل مردم مهر گذاشت، ولی متاسفانه میوه کاردگیش را نچشید. نه اینکه نغم داشت، بلکه حتی نچشید. برای همین هم من در دلم خاطره صالح ما رو ابدی پاک نگاه می‌دارم. وی مرا با مهر ابچه میگفت، من وی را با مهر خواهرکم میگفتم. من افتخار از آن داشتم که از دیار ما یک من به عنوان علمی صاحب نیستم و باز دوام دهنده های گویا کاری من هستند و در دیگر ساحه باشدم. خاطرش همه وقت نیک است. همه وقت باوری دارم که روحش شاد است. فرزندان دوام دهنده عمر صالح ما، باوری دارم که اگر دخترانش، پسرش به ساحه ژورنالیستیک نرفته باشند، نبیرگانش دوام دهنده کار صالح ما می شوند، برای آنکه آن صفت های ژنتیکی که گینی که در صالح ما بود در نسل آینده وی نگذشته نمیماند. و من از به فرزندان صالح ما البته صبر جمیل میخواهم، سلامتی میخواهم، عمر دراز میخواهم و موفقیت های کلان آرزو دارم که نام صالح ما ابدی باقی ماند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد به حد باد مر خدای پاک را، حمد به حد باد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. خداوند بزرگ، از تو خیلی شکرگزارم، منت پذیرم که امروز دختر عزیزی، دوگانه بهترینم، دوره دانشجوییم صالح ما را با من واخوراندی. این دوگانه عزیزی من شخصی بودند که به نهایت برای من عزیز، برای اطرافیان عزیز، برای پدر و مادر، خواهر و دادر، تاجیکستانیان عزیز بودند و نهایت عزیز خود کرد خداوند. چه چاره؟ هرچند حالا در بین ما نیستند، لیکن جگربند آن کس، دختری که از جان و دل پیوند آن کس به وجود آمده است و برای خاطره پایدار بودن دوستی هم نام مرا مشرف گفته به همین فرزند عزیزشان گذاشته بودند، امروز رو برای استادم و به نهایت شادم که این لحظه ها را به من مناسب دیدی، زیرا که هر چند دوستی من حالا در بین ما نیستند، من چندی درباره و کس سخن میگویم به خاطره آن کس را، روح آن کس را شاد خواهم کرد. دوستی ما مثل شفق آفتاب بود، زیرا ما در ساده لوحی در عین کمالات جوانی در وقت ابوتورینتی داخل شوی به دانشگاه عالی دوشنبه با لباسهای عادی دهاتی به همدیگر مهر بسته بودیم، با همدیگر شناس شده بودیم، با همدیگر دوست و اتفاق شده بودیم و 5 سال همچنان در یک خانه چون خواهران از یک هوا نفس می گرفتیم و از یک طبق خوراک می خوردیم و در یک استال نشسته درس می خواندیم. خوشبختانه پس از ختم دانشگاه تقدیر ما را به سوی خانه های خرد بود. عائله های خود را تشکیل کردیم. شکری بی عدد که آن کس هم من کس هم صاحب فرزندان نیک و خرد شدیم. و صد افسوس که عمر این دوگانه عزیزی من بر وقت به آخر رسید و از بین ما اندک بیماری سبب شد و رفتند. هرچند این دوستی عزیزی من حالا الهیم جایشان جنت باشد و مکانشان فردوس باشد،
خاطره آن کس در دل من ابدی است. زیرا خلق نیکوی آن کس، سخنهای صمیمی آن کس، مهر و محبت به نهایت پاک آن کس نسبت من همیشه برای فرزندانم، برای من یک نمونه عبرت بود. و حالا هم وقتی که صورتم را می نگرم که ما پهلو به پهلو خیلی جفس می استادیم، می دیدم اشکای چشمانم قطار می شود و به روح پاک آن کس همیشه از آیتهای قرآن خوانده یادآور می شود و خواهان آنم که از خداوند بزرگ الها دوام عمر این شخص نجیب را، این انسان پاک خیرت را و این دوست عزیزم را فرزندانشان ادامه دهند، دوام دهند و عمری درازی پربرکات را فرزندان آن کس، علاوه خصوص همین دخترم که هم نام من هستند و امروز جستجو کرده دوستان مادر را دیدنی برای زیارت آمدند، خداوند از سعادت این دنیای آخرت بهره‌مند گرداند و آرزوهایی که در دلشان دارند البته خداوند میخواستم که عملی گرداند. ای خدای بزرگم، از تو میپرسم که خودت توانا هستی، قادر و حاضر و ناظر هستی و امروز که دل پر محبتی من به این دوستم همیشگی بود، اکنون محبتی من به این فرزندان آن کس باشد و بین فرزندان خود آنها را نیز فرزند خوانم و من قوت و توانایی عطا کن که در بین فرزندان خود این دختران عزیزم را، فرزندان دوگانه‌ام را خبر گیرم، آنها را هر باره که دوگانه‌ام را میخواهم رفته ببینم و به آنها کمک رسانم. پروردگار به خودت این دوستان من، این فرزندان من، جگربندان دوگانه‌ام امانت هستم. بگذار به امانتی که دوگانه من برای ما دوستان گذاشته است هیچ یک مخلوقت خیانت نکند و همیشه حال این فرزندان دوگانه جانی من خوب باشند، تنی صحت داشته باشند، آبروی برکمال داشته باشند، بخت و سعادت همیشگی را برای آنها عطا کن پروردگار. زیرا صالح ما زنی صالحه بودند و همیشه به همه نیکی را میخواستند، همیشه به همه پاکی را میخواستند، همیشه به همه تمناهای خوبی الهی داشتند. بنابر همین خود انا همین خواهش های دوگانم را من نیز به این فرزندان عزیزم تمنا دارم. ان الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و اصحابه و ازواجه و ذریاته و سلام. خداوند خاطر دوستم صالح ما را همیشه شاد گردان، روحشان از ما راضی باشد و فرزندان آنها را نیز مثل دیگران عزیز و معتبر عمر دراز و رزق فراخ صحت و بردم نگه دارید برحمتک یا ارحم الراحمین. قطعی صالح ما رحمت الله و خیلی حکم تقدیر بود است ما یک جای فاکولته فیلولوژی تاجیک یونیورسیته به داخل شده. یکم سپتامبر سال 1972 وقتی که ما پس میزهای پس کرسی های یونیورسیته داشتیم، از همون روز این طرف ما همدیگر را شناختیم و یکدیگر کتی پرسیدیم. به خصوص پس از آن که همان سال اول همان دوره شوروی و مسئله چیندن پخته بسیار چی بود، ماده اول به میستاد و ما پخته چینی و سفربر شدیم. در همین پخته چینی بسیار باز هم نزدیک یکدیگر را شناختیم. همه ما از ناحیه ما من مشرف خانم بخیلی و خدا رحمتی بی شریفه بود. این دخترها و هم نزدیک بسیار نزدیک شدند. آنها خصوصیتی بسیار نزدیک با هم دیگر از جهت آداب، اخلاق، با تمکینی، پرورداری بسیار ماننده داشتن. از همین سبب بسیار نزدیک بودند و ما هم که از همین ناحیه بودیم، از موقع از ناحیه کنه بودم اونا از اشت بودند، سال ما بسیار نزدیکی کردیم، همدیگر را نقش شناختیم و همان سال پخته چینی دانستم که اونا چگونه آدم هستند، از کدام طایفه آدم ها هستند و من هم خوشبختانه 5 سال همراه یونیورسیته خواندیم. در دوام همین 5 سال باز هم با هم یکدیگر نقش شناختیم، نقش دانستیم. سال ما در دوام همین 5 سال خوانش از روز اول علاقه معلوم بود که یک دختری که بسیار وزنین، با تمکین در زندگی عموما زندگی به طور هستیش، به طور تمامی مشکلی هایش میفهمیدگی دخترم بودم. در دوام همین 5 سال
من یگان بار نشنیده هستم که در خصوص یگان چیز شکایت کرده باشم. هیچگاه شکایت نمیکردم. و باز یک خصوصیت عجیب داشتن که برای یگان کس یگان خواهشی که اگر کردن یاردم کردن باشد چقدر توانان همین قدر یاردم میکردن. یگان بار نه یا این چیز نیست یا وای نیست یا گفتن یا شکایت کردن یا نه من نمیتونم گفتنی کار گپشان نبود. بعد در بین همین دخترهای ما همکرسا در بین بچه ها همه خانش به هم بعضی کارهای بیرون حسیفی دیگر کارها به هم هرچند که همه کار از دستشان می آمد و هم پروردگار یک توفیقی بزرگ عطا کرده بود. از جهت منطقی بسیار فهمش وسیع مفکوره وسیع داشتن لیکن کوشش میکردن که جدا نباشن. خودشون جدا نشان دادن خودنمایی کردن بسیار چی نمیکردن. نمیگم که مثال بعد میدیدن یا این خیلی نمیخواستن که همه خیلی شوند. نمیخواستن. من هم خیلی عادت داشتم. بسیار خاکسار بودن. در زندگی در حیات خاکسار با تمکین بودن. نالمیش نکردن، شکایت نکردن، بودش به شکر کردن. الان میگن خصوصیت های بهترین در سال ما از همون روزهای اولی دیدن ما همین خیلی معلوم شده میستاد. من هم چیزی عادی ترین اگر دیدن که ما هم کاسه طبقه ما ایستادیم در رو میگرفتن خودشان میشدن. نمیموندن که مثال ما کاسه طبقه ما پس از خوراک خوردن هم بچه ها ما خدا ما شوییم. هم مشرفه هم خیلی بودن. خدا رحمتی بی شرفه هم خیلی سالمای هم خیلی عادت داشتن که اون کاری که مثال دخترها اجرا میکرده که باشد کوشش میکردن که اونها اجرا کنن ما دستیاری کنن و ما هم کوشش میکردیم که اون کاری که باید بچه‌ها اجرا کنن ما هم حرکت میکردیم که همین کارو اجرا کنیم. عموما ما یک دوام 5 ساله همه خانش به یک اتفاقانه یک خواهر و برادر شده مانده و همین مهر بود، همین یک صمیمیتی خواهری و برادری بود که امروز تا امروز دوام میکنه. تا امروز از خاطر ما نمیبره. همین خاطر ما و ابدی نقش بسته است همان چیز و بنی که یاد کرده میریم. من نمیدونم شاید بچه های ما رو بیا میکنن هم بچه های ما خاطره ما دوام میتید در دوام عمر خداشان. همین خیلی نیت هم داریم ما. خدا خواهد انشاءالله همین خیلی میشود. همین خیلی شدنه در کار. چون که نیکان هیچگاه فراموش نمیشوند. همین خیلی جای نیکی هیچ وقت بدی گرفته هم نمیتواند. اون کاری که نیک است اون کاری که حق است و چی کردن رد کردن هم ممکن نیست. رد کردن هم ممکن نیست. با روز میرسد و مثل آفتاب کمتر اگر زیر تمام ماند باز هم پیدا میشد. همین خیلی باز پیدا میشد. همین خیلی سال ما همین خیلی بود. خدا رحمتی بسیار با تمکین وزنین با استعاله بسیار پرطاقت هم بود. بسیار پرطاقت هم بود. همین خیلی میشناسم تا امروز. همین خیلی خاطری من با مانده است. و فکرم همین خیلی میماند دیگر نمیشود.